دو تا درگیری قبل از جنگ اخیر با عراق داریم. خیلی از ارتشی‌ها هم نمیدونن، خیلی از مردم هم نمیدونن. یکی در 1352 لشکر 92 زرهی اهواز فقط درگیر بود. عراق 4:30 صبح روز 9 آذر فکر کنم 52 حمله می‌کنه به خوزستان. ساعت 10 صبح لشکر 92 به تنهایی لشکرهای عراق رو پس زده در مسیر تصرف بغداد داره پیش میره. ساعت 10 صبح عراق شکایت کرده به سازمان ملل که ارتش ایران داره بغداد تصرف می‌کنه. اینا میگن که ما کاری نبودیم، که ما کاری نکردیم، شما به ما حمله کردید. قبل از 52 1348 در 1348 وضع بسیار 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 خطرناک بود. در 1348 از دلانپدار تا فاو قشون خوابیده بود در هر دو طرف. وحشتناک. شاه موقع دستور داد به فرمانده نیروی دریایی دریادار رمزی عطایی، گفت سوار کشتی ابن سینا میشی، از فاو حرکت می‌کنی میای به خرمشهر با اسکورت کامل، دریایی، زمینی، هوایی. کل نیروی زمینی و نیروی دریایی در اسکورت این کشتی. دستور این بود میری تو عرشه کشتی وایسی پای ملی پرچم، میری ملی پرچم وایسی دست به ملی پرچم بگیری، اینجوری با پرچم افراشته ایران حرکت به سوی خرمشهر. هر شلیکی به این کشتی شود اولین شلیک دستور آتش منه. یعنی ارتش این شلیک وقتی شد انگار من گفتم آقا آتش. کشتی از اونجا حرکت کرد اومد اینجا 85 تا 90 کیلومتر راه اومد در خرمشهر پهلو گرفت، پرنده‌ای پر نزد.